با ساختن این پل دیود برق موتورسیکلت رو از AC به DC تبدیل کردم و شما هم اگر علاقه دارید با این ویدیو همراه من باشید تا با هم این پل دیود رو بسازیم. سلام دوستای عزیز، خیلی خوش آمدین به کانال آوای دریا. امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشید. امروز اومدیم با یک ویدیو دیگه، تبدیل برق AC به DC. خب ما اینجا یک مدار چاپی داریم که مناسب برای ساختن پل دیود هستش. دیود N5408 4 عدد MC. یه دونه خازن 4735 ولت، یه دونه LED 5 میل، یک عدد مقاومت 1 کیلو. به این روش باید قرار بگیره. من جزئیات بیشتر رو در دیسکریپشن همین ویدیو می نویسم، یعنی پایین ویدیو شما میتونید کلیک بکنید و جزئیات رو اونجا بخونید. این مدارم طبق همین نقشه است که روی صفحه میبینید. اینم خازن که پایه مثبت به مثبت و پایه منفی به سمت منفی قرار میگیره به این روش. و با این کار ما برق AC را به DC تبدیل میکنیم و قدرت بیشتری از این برق میگیریم. خب دیودها را با هم لحیم میکنیم. دقت کنید که این دو تا پایه ها با هم وصل نشه. اگه دقت بکنید پایه ها بینشون از هم جدا هستن و چون سوراخ کاریش خیلی نزدیک بود ما گفتیم خب روی همه انجام میدیم. دوستان از این پل دیود میتونید روی همه برقای AC روی آداپتور و غیره استفاده بکنید، مخصوص موتورسیکلت نیست. پایه اضافه هم قطع میکنیم ازش که با هم اتصال نکنن. اینم پایه مقاومت هستش. مقاومت ما به پایه منفی خازن وصل شده و پایه منفی LED به مقاومت. اینو به این روش خم میکنیم تا قشنگ روی این مدار ما درست وایسه. پایه منفی LED به سمت مقاومت و مقاومت به پایه منفی خازن. منفی LED به مقاومت به این روش و پایه مثبت LED سمت مثبت خازن است.
این سیمای زردام ورودی AC ما هست که از منبع تغذیه وارد پلیدیود میشه. حالا یا مولد یا ترانس فرقی نمیکنه. طرف دیودها وصل میکنیم. شاید روی این مدار به نظر شما پیچیده به نظر بیاد، ولی طرز ساختش به همون روشه که روی صفحه برای شما نمایش دادیم. خب سیم قرمز سیم مثبت خروجی ما هستش و سیم مشکی سیم منفی خروجی. سیم مشکی به پای منفی خازن و سیم قرمز به پای مثبت خازن لعیم شده. خب 14.9 برق نشون میده برای ما. اینجا اومدیم روی موتورسیکلت امتحان بکنیم که میبینید این آلمیچه رو با این پلیدیود ما به چرخش در آوردیم. اگر این پلیدیود نباشه این آلمیچر با برق موتور یا برق AC کار نمیکنه. و اینجا هم برق تولیدی بوبین ما 18.5 هستش و این آلمیچر 7.2 ولت ظرفیتش هستش و همینطور که میبینیم حدود 6.2 آمپر میکشه و 8.5 ولت جریان. ما با این پلیدیود میتونیم LED ها و هدلایت ها رو هم روشن بکنیم به راحتی بدون باتری با موتورسیکلت یا ماشینی که باتری نداره. همینطور که میدونیم LED و هدلایت نیاز به برق DC داره و با برق AC کار نمیکنه و میبینید که به راحتی و بدون نویز این LED ما با این پلیدیود با برق موتورسیکلت به درستی کار میکنه. خب امیدوارم که این ویدیو رو پسندیده باشید و اگه این ویدیو براتون جالب بود اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید و همچنین لایک و کامنت رو فراموش نکنید. اگر تا به حال عضو کانال ما نبودید کانال ما رو سابسکرایب کنید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر بشید. تا یک ویدیوی دیگر ایام بکام و خدایا رو نگهدارتون.